ماهی برکت زی آسمان می آید، صوت خوش قرآن و اذان می آید. تبریک به مؤمنین عاشق پیشه، تبریک بهار رمضان می آید. سلام سنت الاسلام به هر یک شما بینندگان، دوستان و عزیزان ارجمند و عالی قدر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چند روزها و لحظه های به شمار مانده است و نسیم فارم ماه مبارک رمضان بر مشام مؤمنان رسیده ایستاده است. این ماه نزول رحمت و برکات است. بگذار خاندان هر یک شما سرشار برکات و رحمت الهی گردد. این ماه نزول قرآن است. بگذار قلب هر یک شما با نور قرآن پر نور و منور گردد. بینندگان عزیز، با قدوم این ماه مبارک رمضان ما کوشش کردیم برنامه‌های مهم برای هر یک شخص مسلمان آماده سازیم. در این ماه مبارک رمضان همراه شبکه نجم تیوی باشید. اینچنین با آن بینندگانی که یک سال این جانب با ما همراهی کردند اظهار سپاس می نماییم و آنهایی که تا حال به شبکه ما آبونه نشدند دعوتشان می نماییم. و شما بینندگان عزیز در زیر در شرح یعنی در کامنتاری می توانید هر سوالی که وابسته به این ماه مبارک رمضان است نوشته گردانید و البته هر یک شرح ها و کامنتاری هایی که شما می نویسید تا امروز نوشته ایستاده اید هر یک آن را می خوانیم و کوشش می کنیم به هر یک آن جواب گردانیم. اینچنین در آخر یکی از حدیث گوهربار پیامبر صلی الله علیه و سلم را به شما می رسانم که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند بلغوا عنی ولو آیه، یعنی شما از من آیتی هم بشنوید حتما آن را به دیگران برسانید. اینچنین در حدیث دیگری خود پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند الدال علی الخیر کفاعله، شخصی که دیگران را به کار خیر دلالت می کند اجرش مثل آنها نوشته می شود. پس بیایید این آداب و اخلاق والای دین بزرگ خود را به دیگران برسانیم. نوارهایی که در شبکه نجم شما مشاهده می نمایید به یاران و دوستان و برادران و خانواده خود ارسال نمایید. امید داریم تا امروز به شما چیزی مفید پیشکش کرده باشیم. رمضان مشرف و معظم برای هر یک شما مبارک باد.